این درجه از شهادت میبره. در مقابل انسانهای بیدین ما گفتیم برای این عذاب خداست، ولی برای انسانهای مؤمن رحمت هست. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الشهداء خمسه، شهدای امت من 5 تا هستند. المطعون، اتفاقا اولیش همین رو بیان فرمودن، کسانی که به انواع بیماری های واگیردار میمیرن، از جمله طاعون، وبا، کرونا. این درجه از شهادت میبره. در مقابل انسانهای بیدین ما گفتیم برای این عذاب خداست، ولی برای انسانهای مؤمن رحمت هست. شاید سوال بکن مگر میشود یک چیز هم رحمت باشد هم عذاب؟ بله میشود. شما فرزند خودت را سینی میزنی، این رحمت است. گوششو میتابونی، این رحمت است. ولی وقتی با یک دشمنت در میفتی میخواد او رو عذاب بکنی، به خصوص پرستاران عزیزی که توی چند روز من شنیدم بعضی از اینها شهید شدن، واقعا به خانواده‌هاشون تسلیت و تبریک میگم. تسلیت به خاطر این غم، به خاطر این درد، به خاطر این رنج که عزیزشون از دست دادن، ولی که تبریک به این که این عین شهادت است. هم به خاطر جهاد در راه خدا برای نجات بیماران، این جهاد است. اون دختر خانومی، اون پسر جوانی که در بیمارستان با وجود این که میداند خطر است، میدان جنگ است، اونجا میره و جانفشانی میکنه، دلاوری میکنه برای نجات برادر و خواهر مؤمن و یا حمله خودش. جهاد در راه خداست و اگر بمیرد شهید است. و دوم اینکه حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی که با بیماری کرونا و یا وبا و طاعون از بین میرود و از این دنیا رحلت میکند، اون شهید است. به هم نوعان خودمون کمک کنیم تو این وضعیت. من خیلی متاسف شدم وقتی خبر شدم که بسیاری از عزیزان ایرانی ما ماسک رو میگیرن، احتکار میکنن و انبار میکنن. به خدا بدتر از ویروس کرونا این ویروس هست. اینجور آدم ها ویروسن، اسمشون آدم گذاشتن. اونهایی که به روی بدبختی و مشکلات مردم برای خودشون خونه میسازن، آرزو میسازن، برج‌های چند طبقه‌ای رو تو رؤیاهای خودشون روی درد و رنج ملت میبینند. اونها عین ویروسن، ولو این که اسمشون رو احمد و محمد و محمود و فلان گذاشتن. چطور به خودتون اجازه میدید؟ آی عزیزان، آی تجار، التجار یحشرون یوم القیامت فجارا. رسول خدا فرمودن خیلی از این تاجران روز قیامت فاجر مبعوث میشن. الا من اتقا و بر و صدق، مگر کسی که تقوا و بر، نیکویی و احسان داشته باشه. به جایی که تو این روزها هر چی در اختیار داریم ماست، مواد شوینده، ضد عفونی کننده، اینها رو در اختیار هموطنان قرار بدید، اینا رو احتکار میکنید و قیمتهای چند برابر، چند 10 برابر عرضه میشود. اینو بدان والله فی عون العبد ما دام العبد فی عون اخی. خدا به کمک تو میاد تا زمانی که تو به کمک برادرت بپردازی. تو فکر میکنی سود میکنی، خبر نداری این ویروس قطعا به سراغت میاد. این ویروس نیاد سینی خدا میاد. بدتر از این خجالت بکشین. ادعای مسلمانی ما هم گوش فلک رو کرد. این اسلامه، این مسلمانه، این دینداری است که ما روی رنج و غم و اندوه برادر ما و مرگ برادر ما و خواهر مسلمان ما تجارت بکنیم، زندگی اونا رو به حراج بذاریم.